خانه باز میگه کالت میگه او مادرم چیز است و باز بعدش هم میگه خودتو نکو. ما بعدش نمیگم امی والا ایسوب تاله در سر ما لایف گرفته بود در سر ما مردم میورد گپ بزنه. نجاتی بیادر من مثلا رال کردم کل چیز ما حتی اختار نجاتی را داده موجود است چیزا نجاتی خود نمیکنه. نه و گوش کو یک شد کل چیز کرد چون من نمیدونم چرا مادر از یک نفر ناق خود گپ میکنه. همون میگم خب من چیکار دارم گفتم که دختر به خاطر که مادرش چون رفتی در لایف چرا کدیش در لایف رفتی چون در لایف کدیش رفتی حالا مافوز مسیج کرد در لایف مرا گفت بینندهش کم شده تصویر مرا کلان میزنم بینندهش کم شده پس سوجه سر من هر وقت بینندهش کم شد یا نام تر یاد میکنه یا نام مره یا نام امیده امیده دیگه اگر پیسه نیاز داری چند برای کنم نامای ما رو یاد نگه که خودم کار ندارم که دخترتم بره ما را تیر ما خودم آدم غم خود هستیم دم دیوانگی خود هستیم بره مصادره کنم نجاتی را پشت لا بده دکتین یعنی می آدم دانه برآمده از غم زیاد اگر نه پاک میشینه منظم است سعی کو این که دانه برآمده از غم برآمده. حالا دکموت چیشته میتونی باز نمیتونم ما بر بچهای دلنگ تو نمیتونم بچهای دلنگ دو دستا میگیرم میبرن نمیتونم گشته نمیتونم حالا اونجا میبرند چه رقم میشنی مجبور است که کنی مجبور نان زیاد نمیخورم به خاطر که بسیار مشکل است لالم درد میکنه. با خدای نجاتی تو در این شهر وضعیت هفتویه که تو را 4 تا دیگه تشناب میبره مثلا حالا مفروض آن هر کسی که مرض تیر کرده باشه باز میفهمه از ما در داخلش با موی برآمده موی یک دونه موی رفته بود کجا میری بیا نه خدا پد کرده رئیس باز که دیگه بدر ما میگیم که دکتر هستی خالق بخی قشوقی سی نشان بده که مردم میدن راست نه که اگر میخواد که دامه بده کامره را دور بده نشان بده که بده کامره دوم بگه میگه باش کامره را بگیرم نه نشان بده بخی نشان بده بخی نه لالا محافظ اثر پتلون نشان بده تو بگی دمی کنه بیا فوق دیگه چیتش برآمد خود دانه است برو آفرین در غیر از که یک چیز میکنی باش عکس کنم نکن قرآن هگم تا اگه سر نام باشه امیال چقدر خواره مادر گفته داو بزن اگه آیا نمیخواه خدا دقیقه جو دانه چطل یکی سردردم کردی با قرآن خدا بیخی دلم بد شدم یالا بس که دانه را پس که قصه دیگه کار قصه عشق دکو خو نفهمیدم از این مادر تو هیچ خاصه نفهمیدم که چی میخواه با پشتون میگه ای مادر آنیه را نفهمیدم صابون 10 فوری هستن نفهمیدم در دست من صحیح نامد گاه یک رقمش گاه دیگر رقمش هر رقم که هر چی که کدم دل خودش در دست بیارم ای دختر شد نشد گفتم بره دیگه کلی آدم خراب نکنی گفتم ناق آدم احساساتی میکنه درد دارم گفتم دم اردوش باز میزنم میرم دیگه کلی آدم خراب نکنن دیگه امید کورا که دو کومدی ما که نباشم چی نمیشه ما را بیعقل فکر کرد اکل داستان زندگی از آنیه از دیگه دخترش خود مادر آنیه از کل خانوادهش من با خبر هستم ما کدام بیعقل نیستم من احساساتی نشو ما یک چیز دیگه هم خبر شدیم که مادر آنیه کس نجات آنیه را جدا کرده رفته یک خود بیخی جدا کرده همون گفت درس میخوانه مادر آنیه کاری میکنه که یک دختر کلانش در مجازی پیش کنه من نه گمش که گپ نه دختر کلانش بیچاره بیکنه نجاتی نشنم ایکو که در ایکو بخوره هرچی شب من نباشم میرسی به نفر نمیرسی نه دوایی تو که نباش نمیش دارم مفید کسی هست که در قصه همون مادر تا همون نفر نیستان دیدی چرا خم هسته که باید خوش نرو دمو که دمو داوا نکن من تو را صد نفر نمیرم خودش گدایگری مرا میتلبه نرو امو خودش هم برد گفت نرو گفت نگفت گفت باز شد رفتیم والا خب من گفتم همه خود اصلی نفرم گفتم نکته کار دارم نکدم مادرش هم گفتم یک ماه میگه سر ما گپ نزن گفتم یک ماه چی میگی سالا نترم میشناسم نه دختر تر رایت نه رایم گفتم برو مردم بام گفتم هر دیوانگی خودم بام برو گفتم مردم بام این همه تو چیز کو تغییر بده پیانه عقب نشینی کو خب اینا میال لالا محفوظ این دخترها از سردست آنیه سردست از واو انداختن میتونه
ایده دختر هست همیاله یک دان دختر است آنانی هم برو ببینه ادا قندزی میگه دلایفای یعقوبی سر دلایفای ما مثال که چقدر مقبول دختر است اندام داره چیز داره اما دیگه نام خدا تای ترای دختر است بغیر ایت مقبول افغانی ما دخترای مقبول است که آنی سر دست از او انداخته نمیتونه ما کما قدر وابسته شدیم جان قربان گفتیم نه زنگای ما رو جواب نمیده نه هیچ اینجا شما عشق واقعی را میتونه ببینید آمده اگر کسی باشه اگر واقعا عاشقی باشه از عشق خود کده مقبول ترین دیگه کسی نمیبینه مقبول ترین دختر دنیا عشق است پسی میگه کسی لالا محفوظ اینقدر احترام که در فامیلش کردم بر خدا آنیا کردم نفهمیدن یا نفهمیدن اینقدر جان قربان گفتم برای دیگه گفتم حوصله گیر شدیم بی خسته شدیم ما 100%. آمده این دخترای مقبول است که از کلاودیا که در بالاتری دختر میبینی کدام دختر از کلاودیا که به نظرت مقبول است بعد کلاودیا که نمیتونم دیگه دختر ببینم یک دختره که دیگه هم لالا محفوظ یک دختر دیگه در ترکیه است یک دختر دیگه فهمیدی لالا محفوظ یک دختر دیگه کلاودیا و درباره کلاودیا بگویم که من 2 تا قفل خریدم با یک تا برای نجاتی خریدم که کتانی را کت نجاتی قفل کردم و یک تا برای خودم که بیکمن امروی کلاودیا قفل کردم در ویدیو روان کردیم ما ویدیو را برای نجاتی روان کردیم که برای گفتیم که چیز کو به ایرک دیوت بزن که کی کار ما برات کردیم که تو در اروپا نرسیدی در فرانکفورت هم نرسیدی تو هنوز اما ما برات کار کردم که به خاطر که عشقت واقعی بوده لالا محفوظ امیال نه چند تا دختر به تماس هستی نجاتی راست بگو لالا محفوظ با خدا من که هستم بغیر امیانیه کته دختر گپ نمیزنم چیز نمیکنم مانیه اول گپ میزد کتم خدا قیل میگیره گپ نمیزنه زنگای من جواب نمیده من گفتم چند کیلو میایی گفتم تو خود 20 کیلو بگو من 100 کیلو میگیرم تو چی هستی امیال یک دان دختره اسما میگه در تیک تاک هم بود امیال در ترکیه است به خدا که اسب جران نوری است یک مقبولی داره نمیزیر گلونش یک چیزم نمشته است نام خود اسب جران نوری پات میگه ما مقبولی میگم که به خدا در پیش تو باشه که تو جوان می چارشانه میشه رفته در سر یک بز عاشق شده ما خب دیگه کی هست فعلا ما گرفتارای تا بگوید که چند نفر در زندگیت بودی دخترها من لالا محفوظ من دیگه آوری لالا محفوظ من نمیگم که میاله به خدا قسم از اینقدر مسعود میکنه زنگ میزنه نمیگم نفر بودی در زندگیت که چند لالا نفر محفوظ بچه میگم لالا محفوظ ما دیگه آوری بیادک من خواهمال نیستم که زنگ دیم میگم سلام عشقم مساج کنیم یا زنگ دیم سلام عشقم چطوری خوبی صبح چه خوردی شبت بخیر صبحت بخیر فلان هستی پستان هستی برای حوصله من ندارم ما زنگ میزنم میگم عشقم میگم فهمیدی برو کدام برات سر تخت چشتی یا سر چوکی نه تا دوست بارم میخوام نمیاله نه آنی زنگای من جواب نمیده دگونه صبح بخیر میگم شب بخیر میگم یا بچه تو کدام نفری هم داشتی پیش از آنی از زندگیت کس بود نبود یک تا بود اونم نفره که عملیات کردم نامردی که همراهی مکرد فقط هم یک تا بود یادگام دخترها بود یک بود که من خاطر آنی اکلش اعلا کردم امی خونه بود یایی بود یایی بود خب کلاودیا بود اون چیز پیش من افساس لالا محفوظ مگه من بود چیزا که اگه کدام وقت کدام گپ شد من چیزا بعد روان کنم پلی کنی نه نفر گایده است بسیار گپای کردن مرا میگنه آخرش مختاریم بله دیگه چیز کردن نمیتونم ما هستم ما خب میفهمی که تو خیلی خبر نمیشدی تو خبر شدی؟ نه والا خدا یار لالا محفوظ جان هستی دیگه استاد بیرقات پورتا بردار نگم راست دیگه همین تا گرفتگی است از اون طرف نفر از دوستش گرفتیم شور بخوره تاوش میده حالا خب ما کارشان کار نداره میگه حالا خب در جان قربان میگم که بیا به خوبی به انسانت اگر مرغ بخوریم یک روز ما میخوایم که تخم بخوریم هر روز بخوریم فهمیدی در بیاب کردن در رسوایی باشه که آبروشان در زمین بام بزنم در 5 دقیقه میزنم من احساساتیشم کلم خراب میشه 5 دقیقه دم کی رخت میزنم خودت چقدر خوبش بود یعنی حالا تو میخوای هر روز تخم بخوری چقدر خوبش گفت به خدا راست میگه خیلی راست میگه
مرغ بخوری بکشش خود دیگه تخم نمیده از کجا میکنی تخم دیگه دیگه حالا اگر مرغ بخورم نمیگم نال ماخذ من دمروی خدا فکر کردم مگر مرغ بخورم یک روز میخورم من مرغ نمیخورم که یک روز بخورم من تخم میخورم هر روز بخورم دیگه او درختاره که نال ماخذ خیلی تو کوب یک حالا کار کوب نجات چیز کوب آنیا را که کم فاصله بگی اگر فهمیدی که من کار ندارم آنیا نمی حال طلاق است نمیشناسمش این نمی کار کوب اگر 3 دفعه صحیح طلاق بتش در میدان کشید کنه که وطن دارا ببینم بگو من تمام شواز بگو طلاق میتم آنیا را دیگه کار آنیا را کدش کار ندارم آنیا را دراش مادرش دراش ما رای اما قدر رخشندی طلاق میدی مادرش طلاق میدی یا خودشه مادرش طلاق میدی یا خودشه طلاق میدیکشه دم دنگ دیگهش به برای خدا چی میگیرن تو اردوش ما کم میگیره سر اردوش گپ بزن نجاتی درد یکشه طلاق میدی یا مادرش بده یا خودشه نمیشناسمشان چرا طلاق نمیدیش پیشتر طلاق میدی طلاق بده فردا روز خانم آینده میشور طلاق بدم نال محفوظ آفرین و دکتر صاحب از این مریضی دردی پیش مراجعه کرده بودن تا ترکیه از این مریضی ها که داشتن والا آمده بودن نه همون نفرها را خونهایشان نشتر زده بودیم جور شده بودن داناشان کف آنده بودیم دیگه ما سر ما خنده کردیم این خود ما شده ما قسم بخی میگه اگر رقص کنه جاتی دمیال می جور میشه رقص کنیم دیوانه از چیزی من درد میکنم من رقص کنم دیوانه از چیزی کلگه میگه رقص کن بچه بیگمن تو رقاصه فکر کردی من رقاصه حالا نجات کلی در پان نمشته میکنه خب من کامنت خواندیم کنم من از دل خود نگفتم حال میخواهید رقص ببینی؟ خب یک رقص ببینیم که نجاتی به خاطر که پامیال بعض متای دل آنیا را طلاق داد و از آنیا خود جدا کرده به خاطر خوشحالی که خودش به یک رقص کنه نه خب من قدر جان قربان میگم که قدر احترامه که قائل هستم نیستم نه زنگای ما رو جواب میده نه گپ میزنم مادرش میرم خدا یک پوز دیگه میگیره یک تیل دیگه میگیره آنیا دیگه طرف میگیره برو گفتم شما رایتان ما رای ما تو که به وجه بعد توفه که میخری برکی که توفه خری به یک دختر دیگه بخر توفه بنامه تو نشان بده که بوچه که اونو دختر که زود کرده چیزا میکنه کالا میکنه بیگمن